خونه خمانده نمیمونن این مجبور اومدن در کار صحبت جالب رفته سعی به مهری پدر شمعی پر از سوز شدم من نگفتن نمونه همی سرود مادر بهره تمام مسافرانی که در چای آورد چای آورده خیلی نرز آمده شما ایوانی بلند دارم ندار سایه آج بگما با پیشکم ببرایا ای وای پدر وای پدر وای پدر جان پیشگاه کارشان خدا کشایو آمین در پناهش نگاه دارید برای کارشان خدا تیایو با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکس شاهنوزه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باوریناک است دوستان عزیز نگفتن نموند خونه ما مهمون اومدگه با دیداربینی پدر یاد شاگرداش رفیقاش اومدگه بسیار صحبت جالب رفته سعی میدونیم یه جایی میبینیم رفتیم چه بتا بولد بوشکی اوزی مهمونو بخیزم ببین چی بچه‌لی بچه اکای اوزی بخیزم ببین خونه خمانده نمیمونن این مجبور اومدن در کار صحبت جالب رفته سعی خیلی میمونید چای آورد چای آورده خیلی نرز آمده شما بله سلامت باشید خوش آمدید خیلی انتظار بوده ما خیلی سلامتی خوبه خدای شکر دعای شما هم پیر گردید نشدین که کجا پیر نشدیم ریشه نبینی آخی نه انشالله خوبه پیر نشدین و خیلی پیر شدیم دیگه دو تز مونده مو باش کجا نه انشالله خوبه پیر روزیگم چند روز آها در سر چی میکردیم که یک استاد خبرگیری رویم خطی دلشو جان سلامت باشید خوش آمدید میدیدیم خیلی تقدیر همین روز بده خیلی منم میگفتم دیدارتون شادیم سلامت باشین همه وقت باشین همین منم میگفتم که همین رمضان خیلی باشد خیلی من خودت که آمدی با خیلی خرسان شدم این شادی هم رفت این طرف میگرم اون طرف میگرم نمیدونم کجا دایی همینجا دیم کو کجا دیر میبی خیلی کار بسیار ای اکه شدی بسیار حوزی همی در فکر ایجاد و سرود و هم خیر رفته سیانی مرد کاله این همینطور یکون چیزی نداری تایاری برای این بسیار در همین حق مادرش بسیار یک چیزی شروع میخواند ولی هوای بخاطر هسته سرودی برای مادرت میخواندی کو هسته با ناوش کدیم استاد باید سرودی نو اینا یعنی با فکرم که رمضان اکو حرکت میکنی همینه یک رامکد میدروری دا نه توری بله کلی ما یک گوش کنم آهنگشا رمضان قربانوف میکنه سرودشا اکه شادی جان قدری میخونه همه بسیار باشه خیلی تیار کدگیم با قریبی تیار میشه خوازی شما در یک جمله شکنیم بینیم که من بیدم آزاد هم خیلی یکی چند وقت ندیدیم تا که ایوانی بلند دارم ندار سایه آج بگما با پیشکم ببرایا بله ایوانی بلند دارم ندار سایه آج بگما با پیشکم ببرایا از درد و علم های تو ای آچه جان آچه های بیگانه را میگم آچه از درد و علم های تو ای آچه جان آچه های بیگانه را میگم آچه آهنگی رمضان آیا تکمیل داد در پیش گپتون پدر بخشش نگفتن نمونه همی سرود مادر بهره تمام مسافرانی که در شهر مسقط در تمام کل دنیا هستن هرچند مادراشون در غریبیان یاد میکنن همین سرود اکه شادی جان در بسیار با فکر ما که علاقه گیره کردن سلامت باشید همه شما رو دوست می‌دارم من کلیپش هم تیار شده است نصیب باشه پیشکش مخلصون میکنه های بسیار موافقم نظم میشن اگر این مرد که خون اگر قربانوف نخونه کاری خوب نمیشه اینم یک چهار میسره از سرود با از ایجادیت ایجادیت خدا این چیزای خوشی وای دارد
خیلی یک تا شروع کرد. میخوام درباره پدر یک چهار مصرع. بله. پدر مادر. بله. برای شما. دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من، به مهری پدر شمعی پر از سوز شدم من. تقدیر مرا به سر و سامان و سپر کرد، محروم ز دیداری گلی روی پدر کرد. ای وای پدر، وای پدر، وای پدر جان. ای وای پدر، وای پدر، وای پدر جان. سلامت باشی. سلامت باشی. آوازت خسته نباشد. سلامت باشی. یک گامو тамошобинора мухлисои канали Қурбон Нигмат ва подписчикои гироми қадра як дуометия бисёр нағз мешавад. Ота چی دوتیا؟ دوتیا که پیشگوی کارشان خدا کشایو. آمین. در پناهش نگاه دارید برای کارشان خدا تیایوس. ساک سلامت از جای مسافری بر ملک بیان و با هم دیگر باز خرسندی کنیم و یا دیگر دیدار بینی کنیم. آمین. الله اکبر. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید.